درود دوستان، امیررضا هستم. خوش اومدید به این ویدیو. لایک کامنت ساب فراموش نشه. برو که بریم. من اینجا اصلا در جریان نیستم که قراره چه ضد حالی بخورم. بریم ببینیم. خب بچه ها میریم اصلاح بکنیم. امیدوارم که خلوت باشه. بله خلوت. سلام آقا سعید. سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت باشی. میخوام ریشامو سایه بزنم، موهامم کم کنم. اجازه بهم نمیدن مو بلند بذارم. فقط دارم ویدیو میگیرم. مشکلی نداره؟ داره چنل یوتیوب هم. ویدیو یعنی چطور؟ وقتی اصلاح کنی؟ آره. نمیشه. نمیشه؟ نه با ویدیو نمیشه. حالا ویدیو در حد 1 دقیقه میگیرن ولی نمیشه. دوستان اجازه فیلم برداری بهمون نداد ولی اسلام کرد. 250 تومنم گرفت. خب به جاش میریم تا لن 8. به جاش میریم تا لن 8 آش میگیریم. اینجا نمیذارن، مثل تهران و بالاشهر نیست. آره. خب بچه ها دوشم گرفتیم. برم کله رو خوش بکنم. کله رو که خوش کردم شونش بزنم، دوباره لباس بپوشم، بریم آش فروشی آش بگیریم، بعدم خداحافظی کنیم. رید داخل ویدیومون استاد. چه کار میشه کردیم؟ مردم اینجا فرهنگشو ندارن. من میخوام ویدیو درست بکنم ولی آدمش اینجا پیدا نمیشه. ظلمه برم کیان پارس 2 تومن بدم به خاطر یه ویدیو، یه اصلاح و یه ویدیو. درکم کنید، حمایت کنید. مرسی. دوربینم خراب شد، خیس شد. ای وای. خراب نکرده باشه موامو. آخ خارش گاییده شد. لاله رو ول کن. فعلا به آشت برات بگیرم. لادن و سید علی همونا بودن، همونا که ویدیوشون داشتی میدیدی. بدبخت ها، ساده ها. مردم زیاد حرف میزنن. پولت بده برم آش بگیرم. اگر اینجا هم نذاشتن ویدیو بگیریم یعنی به جان خودم دیگه واقعا با خودمو بندازم تو کارون. آش بده. سلام خدمت. 2845. چقدی دارید؟ چقدی؟ 150. یه 150 بده. اول بکش. اول بکش. سی و 2845. متشکرم. دستم سوخت، ماشاءالله داغه. صد و پنجاهیش نیم کیلوه؟ 1 کیلوه؟
آقا دست در نکنش. روز بخیر. این هم آشون حداقل دیگه این دیگه گذاشت. این دیگه گذاشت. بچه اون بالا کوه رو میبینید؟ اون کوه رو میبینید؟ کم پیاده روی. آقا خلاصه ای سر و ته موهمونه. موهمونو اینجوری کوتاه کرد. آره نشد اون چیزی که میخواستم بگیرم نشد دیگه. منو ببخشید. من فعلا تلاشم رو انجام میدم تا ببینم خداوند بزرگ چی میخواد. منتظر ویدیوهای جدید باشید. حال من امروز گرفته شد. امیدوارم که حال شما هیچ وقت بد نشه، هیچ وقت اخم به ابروتون نیاد. شب و روزتون بخیر، حالتون خوش. یا علی مدد. لایکو بزنید، لایکم نزدید فدای سرتون، حق دارید.